این سامانیان ضعیف و نفسی آخر امیرای تن پرور و اشرت پرست به خاطر اینکه اون خراجاتشون نمی پوشان در یک سال 2 بار میگیرد. این گپی در تاریخ است. ما در دوره سامانیان آخر میبینیم همین یکی از کمبودی و نقص‌های تاریخی 1000 ساله ما که بدبختانه تا امروز ما بعضی از افراد جامعه ما حتی نخبگان ما از این خودشون پاک نکردن، تفکری مضافاتی و به اصطلاح امروز محل‌گرایی بود. ما یک سیاست میبینیم که در سامانیان آخر انمی سیاست ما بر علا مشاهده میکنیم. سامانیان آخر بعد عبدالملک اینها برتری دادن بر ترکا که اینا نه چی داشتن، خانه نه در، همه چیشون دادن که با ما اطاعت کنید. اینها دیگه نظم از بین یعنی اینا در دستشون همزه اینا به کاری هر کی دخالت میکردن، میخواستن شاعر میکشن، شما ببینید دقیقه غلامی ترک میکشن، یعنی نظم جامعه بر هم میخورد. اما اینها دلگیر شدن از خانواده، از امیرای جوان فاسق میخواره که اقتدار امور دولتش همش سپردن به دستی آدمای نااهل. من فکر میکنم درباره سقوط این خاندان که ما اینقدر زیاد میگوییم و افسوس میخوریم، گپی از همه بلند برتل گفته است. برتل وقتی جنبش میکند زمانی سامانیان یک سخنی بسیار تاریخی میزند، میگه پریفسی آپشم دلیر رونادوشیه. یعنی وقتی سامانیان برهم خوردن، یعنی مردم یک دیگر بی‌طرف بودن. این گپی برتل است، چون اون سالهای آخر در خاطر مردم با خوبی نماند، از اندو سر کرده تا اختلافی مضافاتی. آخری جمله زیبا هست، جمله برتل وقتی این گپ میزنه، یعنی پرفسیابشم رونادوشی، یعنی بی‌طرفی همه مردم. میگود مردم اون زمان درک نمیکردن که سقوط یک سلسله آریایی نژاد، دقیقاً میگم گپش چی عاقبتی برای این مردم خواهد داشت. یعنی اون زمان مردم نمیدونستن که چه چیز از دست میدهند. نه امیرا لیاقت کردن که دولت نگه دارن، نه مردم درک کردن که به چه روز مواجه میشوند.